سلام به شما زبان آموزان عزیز. من نوروزعلی اسماعیل زاده تابش هستم و اینجا اکادمی تابش است. شما زبان آموزان عزیز را به دوره 60 روزه تدریس کتاب انگلیسی صنف چهارم نصاب تعلیمی افغانستان خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که در طول این دوره از محتوایی که برای شما تهیه می‌گردد بهترین استفاده را ببرید. این کتابی که پیش روی شماست شامل 15 فصل بوده و 60 درس می باشد و هر درس از 5 الی 10 دقیقه زمان شما را در بر می گیرد و اگر شما در طول هر دوره آموزشی سوالی داشتید در کامنت خواهشاً نوشته کرده تا جواب آن را دریافت نمایید. زبان آموزان عزیز، با اشتراک کردن در اکادمی تابش فرصت طلایی آموختن مطالب کتاب انگلیسی صنف چهارم را به دست آورید. این شما و این دوره 60 روزه تدریس کتاب انگلیسی صنف چهارم مکتب.